فکر نمی کنم هیچ جای سخن ماکیاولی با ارزش‌های دینی که ما می‌خوایم بر اساس اون مستقل باشیم بخونه. ماکیاولی چی میگه؟ ماکیاولی میگه حاکمان باید یه کاری کنن که مردم از اونها بترسن تا به جای اینکه اونها رو دوست داشته باشن. اون میگه که برید پیمانها رو زیر پا بگذارید، ولی یه جوری زیر پا بذارید که مردم فکر کنن پیماندارترین فرد شمایید. برید دین رو زیر پا بگذارید، ولی یه جوری که همه فکر کنن که شما دیندارترین. این مبانی ماکیاولیزمه که سیاست قدرت از درونش بیرون میاد. باید بدونیم که اگر ما میخوایم با سیاست قدرت جهان رو بفهمیم، لازمش ماکیاولیزمه، چه در عرصه داخلی چه در عرصه بین‌المللی. به علاوه سیاست قدرت مبانی فهمش از انسان و جامعه انسانی ماتریالیستیه. چه کسانی میگن که بیایید بر اساس سیاست قدرت جهان رو بفهمیم؟